مشخصات نظام مالیاتی اسلامی: ابادی بودن و وظایف تلقی کردن پرداخت مالیات. در اقتصاد اسلامی با توجه به تاثیرات جهانبینی اسلامی بر فعالیت‌های اقتصادی افراد، پرداخت مالیاتی به هیچ وجه مانند نظام‌های دیگر بار تلقی نمی‌شود، بلکه پرداخت‌های مالیاتی به عنوان یک وظیفه شرعی و عبادی موجب کمال انسان نیز می‌شود. دوم، عدم انتقال مالیات. یکی از مهمترین وسایل قابل طرح مالیات در اقتصاد بخش عمومی موضوعات انتقال مالیات است، چون مالیات بار تلقی می شود. افراد سعی می نماید به نحو مالیات خود را به دیگران انتقال دهد، اما در اقتصاد اسلامی با توجه به اینکه پرداخت های مالیاتی وظیفه شرعی افراد تلقی می شود، نه بار به هیچ وجه مسائل انتقالی مالیات بر دیگران در ذهن مردم جای نمی گیرد. سوم، حد اقل هزینه جمع‌آوری مالیات. در اقتصاد اسلامی در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی، چون افراد داوطلب به پرداخت‌های مالیاتی ثابت و سارانه، یعنی مانند جزیه و فطریه، به شکل تناسبی یعنی خمس و مالیات بر دارایی‌های مختلف یعنی زکات و غیره نیز وجود دارد که با توجه به وجود حد نصاب‌های مختلف می‌تواند گفته برخی از این مالیات نیز از نوع نزولی است. در نظام مالیات خمس و زکات کاملا یکی دیگرند. چهارم، تامین مالیات مخارج معین. نظام مالیاتی اقتصادی اسلام از نظر تامین مالیات مخارج، نقش شعبه، نقش عوارض در نظام‌های مالیاتی یکی دیگر ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، در نظام‌های مختلف مالیاتی تفاوت مالیات و عوارض این است که مالیات به طور کلی به خزانه دولت انتقال تحول داده می شود و دولت از طریق آن مخارج مختلف خود را تحمل می کند، در حالی که عوارض جمع‌آوری شده فقط باید در مورد و جایهای معین استفاده شوند. در اقتصاد اسلامی هر منابع مالیاتی جمع‌آوری شده باید به طور دقیق در موارد خاص که معین شده مصرف شود. پنجم، ظرفیت مالیاتی. در اقتصاد اسلامی علاوه بر مالیات مستقل یعنی مانند خمس و زکات که نسبت و مقدار آن از قبل به صورت دقیق مشخص شده است، دولت می تواند مالیات تابعی یعنی مالیات که بر اساس وضعیت اقتصادی ممکن است مورد نیاز باشد نیز وضع کند. ششم، عدالت مالیاتی. تعیین حد نصاب‌ها در نظام مالیاتی اسلام دلایل بر اجرای عدالت این نظام است.